بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که یحبون اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و یتولونهم. اهل سنت و الجماعت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را هم دوست می‌دارند. اهل بیت یعنی اهل و عائله خویشاوندان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، همسرانشان، فرزندانشان، نبیرگانشان، نسلشان و عمک‌هایی که اسلام قبول کردند. و یحفظون فیهم وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و در حق خویشاوندان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت پیامبر صلی الله علیه وسلم را رعایت میکنند، محافظت میکنند. هر وصیتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره خویشاوندانشان گفتند آن وصیت را اهل سنت اجرا میکنند. حیث قال یوم غدیر خوم، چون جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روز در غدیر خوم وقتی بازگشت از مکه از حجة الوداع بود، در آنجا گفتند که اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، من شما را نسبت اهل بیتم خاطر رسان میکنم، یعنی بعد من خویشاوندان مرا احترام کنید. من شما را خاطر رسان میکنم که خویشاوندان مرا یعنی حقوق آنها را رعایت کنید. غدیر در لغت عرب مجمع السیل، جایی که سیل جمع می شود، کول. خوم میگن که اسمی مرده که همین کل به همه آدم نسبت داده می شد، یعنی که غدیر خوم گفته می شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در همین جا یک برآمدی کردند و گفتند که من شما را وصیت میکنم که بعد وفات من به خویشاوندان من نیکی کنید. و قال ایضا للعباس عمه، و این چنین به عمکشان عباس رضی الله عنه گفتند و قد شکا الیه ان بعض قریش یجفو بنی هاشم. حضرت عباس آمد گفتند که بعض قریشی ها نسبت بنی هاشم سخنهای جفا میگوید، یعنی سخنهای ناحق میگوید. فقال، بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که والذی نفسی بیده لا یؤمنون حتی یحبوکم لله ولقرابتی، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، آنها مؤمن حقیقی نمی شوند تا آن دمی که شما را به خاطر الله و به خاطر اینکه شما خویشاوندان من هستید دوست دارند. کسی که اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم را احترام کردنی باشد، آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، خویشان پیامبر صلی الله علیه وسلم را احترام کنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم چی گفتند؟ لا یؤمنون حتی یحبوکم لله ولقرابتی، ایمانی آنها ایمان حقیقی نمی شود تا آن دمی که شما را به خاطر الله و به خاطر خویش من بودنتان دوست ندارند. بنابراین بعضی علما استادانمون پرسیده میشدن از بعضی فاسقهای اهل بیت، مسلمان است ولی فاسق است، از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم است. میگفتن به هر حال نصیحت کردن، امر معروف نهی منکر کردن آنها واجب است، ولی احترام آنها هم واجب است، برای آنکه آنها خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه وسلم است. بله، در دین مقدس اسلام یعنی که انسان از روی تقوا در نزد پروردگار قدر و قیمت دارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، الله تعالی میگوید که البته مکرمترین شما در نزد الله تعالی با تقوادارترین شما، ولی شما با تقوا شوید، شما به خاطر الله آنها را احترام کنید، قدر شما از آنها بلند است، از خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه وسلم که طبق سنت بابایشان عمل نمی کنند، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را پیروی نمی کنند، قدر شما بلند است. وقتی که شما به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم احترام میگذارید و به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل میکنید و حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را حفظ میکنید و آن را به مردم پهن میکنید و این چنین به خاطر الله و رسول الله خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه وسلم را دوست میدارید و آنها را نصیحت میکنید، آنها را دعوت به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم میکنید، شما بهتر هستید از آنها. لیکن طعنه زدن و آنها را تحقیر کردن این عملی خوب نیست.
این چنین و طریقت النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل. این چنین اهل سنت بیزار هستند از راه و روش ناصبی ها، آنهایی که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را اذیت میدهند با سخن و با عمل، خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم را حقارت و دشنام میکنند و اذیت میدهند.